صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ را از موضوع باختر و سوخت گهواره نخست دولت تاجیکان ادامه می دهیم. شبهه نیست که پهناهای دو کنار دریای آمو و سیر، ساحل‌های دریای پنج و وخش و وادی‌های زرخیز آن برای رواج یافتن زراعتکاری، وسیع شدن زمین‌های کشت و چون پیشه پربرکت و تبرک اعتبار پیدا کردن دهقانی و برزگری مساعدت نموده، باعث در موضع‌های موافق و زیستنباب تأسیس یافتن نخستین دهکده و شهرک‌های باشندگان مقیم باختر و سوخت می‌گردد. مثل آن که رود پهناور نیل مصر قدیم را آفرید، دریای مقدس گنگ سرزمین افسانوی هند را مشهور جهان کرد، پهناهای دریای زرد خوانخه چین را به عرصه عالم آورد، رود آمو و سیر نیز با شاخاب‌های فیضبارشان بنیاد تمدن تاجیکان را گذاشتند. باختر را چون سرزمینی دارای هزاران شهر زیبا و آبادان، مرکز نخستین گهواره دولت و دولتداری تاجیکان قرار دادند. در باختر زراعتکاری مشغولیت اساسی اهالی حساب میشد. کوینت کورسی می نویسد طبیعت باختر گوناگون است. در آنجا تاک‌های انگور حاصلی پربار و شیرین می‌دهد. آب فراوان زمین تفسان را شاداب می‌کند. در زمین‌های نهایت حاصلخیز غله کاریده باقی مانده آن به چراگاه گاو و گوسفندان تبدیل داده شده است، ولی قسم زیادی زمین دشتی بی‌ثمر می‌باشد. پلینی درباره در باختر پرورش کرده شدن رستنی‌های غله‌دانه‌ای که هر یک دانه آن از جهت حجم با خوشه‌های مقرری برابر است خبر می‌دهد. زراعت هم للمی و هم آبی بود، چنانچه در عصرهای 5-4 پیش از میلاد از وخش کانال کشیده بودند که تخمیناً با شاخه حاضره جویبار بالا موافقت می‌کرد. در منطقه آبیاری این کانال قریب 50 کیلومتر مربع زمین موجود بود. چارواداری و زراعتکاری زینه نوی در پیشرفت تمدن و دستاوردهای مادی باشندگان باختر قدیم گردیده، در دوره ظهور زردشت باز یک زینه بالاتر رفت. زراعتکاران و چارواداران خود را پابند زمین، پابند آبیاری و کشتکار، پابند نگاه و بین و به چرا بردن چاروا نموده زندگی نسبتاً آزادانه بادیه‌گردی را پدرود گفتند. خواه و ناخواه در این زینه پیشرفت ریسک و روزی فراوانتر شده، زندگی مقیمی از دنبالش ساختن منزل، مبادله و سودا، پیدا نمودن اشیاهای ضروری روزگار و آلاتهای مهنت را پیش می آورد. اگر زراعتکاری ساختن منزل و باششگاه دائمی را تقاضا نماید، مبادله و سودا از پس خود مرکزهای کاسبی و هنرمندی، شهرهای آباد و نهایت هنر شهرسازی را به میان می آورد. در سر چهارراه‌ها، مرزهای آبیاری شونده و حاصلخیز و جایهای سیرآدم اولین شهرها پیدا می شوند. البته این زینه ترقیات در باختر قدیم تا دوره ظهور زردشت کیها پس سر گشته بود. از قبادیان و ترمیز کشیده تا بلخ و هرات و مرو و نیسا هزارها شهرهای آباد و دهکده‌های بزرگ دامن افراخته بودند. برای تقویت فکر دلیل‌های بالایی حفریات‌های قلعه میر که قبادشاه، تخت قباد، تخت سنگین را به یاد آوریم بسنده است و میتوان افزود که فقط در پهنای با هم آمیختن رود وخش و پنج دهها شهرهای دیگر چون بیشکند یعنی وخشکند، شهر توس، ایونج و غیره موجود بودند که نامشان تا امروز ورد زبان است. شبهه نیست که در پهنای حاصلخیز رود وخش شبکه‌های مکمل آبیاری وجود داشت که آن را عالمان در وادی بیشکند پیدا نمودند. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ در موضوع باختر و سوخت گهواره نخست دولت تاجیکان ادامه دارد.